سلام دوستای عزیز، امید که خوب و صحتمند باشین. امروز میخوایم برای شما حس خود نسبت به کمپانی زینوس بیان کنم و یک نکته که خیلی جالب است و بعضها اصلا متوجه از این نمیشه. ببینین دوستای عزیز، کمپانی زینوس میگن که به شکل مزاربه و حلال کار میکنه. ما در افغانستان کای سوددهی داشتیم که یعنی زیاد از بزرگای ما را که بپرسیم ازشون اونا میگن که سوددهی زندگی را تباه میسازه و واقعا خیلی از مردم که به شکل قرضه پولا را از بانک ها میکشیدن و میبردن به خانه استفاده میکردن یا مشکل خود حل میکردن، بعد دوباره به بانک ها پول سود میدادن و اگر ما بپرسیم زندگی هایشان تباه شده. یک نقطه باریکی که ما اصلا جوانا متوجه از این نمی باشن، چون بزرگا یک تجربه خاص خود دارن و افرادی که جدیدن جوان شدن تجربه خاص خود دارن. ما فعلا یعنی در موقعیت قرار نداریم که فرق بین سود و فرق بین مفاد حلال بدانیم و فقط برای ما چیز مهم است که مفاد بیاید. این مهم نیست که در یک سیستم که ما کار میکنیم آیا مفادش حلال است یا حرام. میگیم که مفادش مقصد زیاد باشه. ببینید دوستای عزیز، کسایی که مثلا در جستجوی مفادهای بیشتر هست متوجه باشین که در بیشتر از سیستم های آنلاین سوددهی بیشتر است و به مو خاطر جوانای ما هیچ جای نمیرسه. حالا ما یعنی قضاوت به این نمیکنن که شما در هر سیستمی که میخواین کار بکنین کوشش به این بکنین که حداقل همو مفاده که به دست میارین حلال باشه از لحاظ شریعت، چون ما مسلمان هستیم و به این عقیده هستیم که سود زندگی را تباه میسازه و در قرآن کریم هم همچون موارد ذکر شده. دیگه ما حس خود نسبت به کمپانی زینوس میگم. ما قبلا سایر از سیستم های آنلاین کار کردیم، سرمایه‌گذاری کردیم، پولایمون کلاهبرداری کردن و در بعضشان یک نوچیز مفاد هم کردیم. خب مفاده که یعنی باید مرا شاد بسازه و مفاده که باید واقعا به سرمایه مفزود شده، همچی مفاد ما از سیستم های آنلاین به دست نوردیم، مگر اینکه با کمپانی زینوس آشنا شدیم. و جالبی است کسایی که در کمپانی زینوس کار میکنه و تیمم همیشه ازشان پرسان میکنه و بسیار راضی هستن از مفاداش، برکت داره به خاطر از اینکه سیستم زینوس به شکل مزاربه و حلال است. دیگه حالا پیشنهاد در شما میکنم که در هر سیستم کار میکنین کوشش بکنین که به شکل مزاربه و حلال مفاد به دست بیارین. دیگه ما تشکری میکنم از کسایی که مرا در این سیستم